سلام رفقا. میخوایم که ببینیم این پرکا اصلا چی میگن، پرکای کالاف. یه بار واسه همیشه همه رو معنی کنیم، تموم بشه و بره. اول میریم سراغ پرکای قرمز. حالا توی پارتای بعدی پرکای سبز و آبی هم میذاریم. فست ریکاور، بعد از دمیج هارس پاورت 35% سریعتر پر میشه. بعدی میشه فلک جکت. با این پرک دمیجی که از گان و مین و فایربال و اینا میگیری 35% کمتره. پرک بعدی اسکارله که زیاد چیز خاصی نیست، سرعت سینه خیز و دوزانو را رفتن و اینا 12% بیشتر میشه. ایجیل یه همچین چیزیه. با این پک سرعت سویچ گانت بالا میره، هدف گیریت هم در حال دویدن 85% بالا میره. خیلی پک خفنیه. لایت ویت هم که اسمش با خودشه، وزنت میاد پایین 5% به خاطرش سرعتت بیشتر میشه. به خاطر همینم موقع پرش از بلندی دمیج کمتری میبینی نسبت به بقیه پلیرها. روی استاک هم که پرتاب کننده هات با این پرک تا 20 ثانیه قابل استفاده میشن. وقتی مثلا تبر رو پرتاب میکنی، بازم دوباره تبر در اختیارته که پرتاب کنی به سمت انمی. تاکتیشن که با این پرک میتونی 2 تاکتیکال با هم همزمان داشته باشی. مثلا توی بازی 2 مین استفاده کنی، 2 اسموک، 2 فلش بنگ. این خیلی چیز خفنیه. اپراتور اسکیل همون اپراتور اسکیلو که همه بلدن دیگه. قدرتی که توی بازی باید وایسی تا 100% پر بشه که بعدش بتونی ازش استفاده کنی. سرعت اونو میبره بالا، سرعت پر شدنش. بعدی هم مارتیردوم، همچین چیزیه، واقعا اسپلشو بلد نیستم. اینم که بعد از مرگت نارنجک روی بدنت فعاله، با انفراجارش انمیای کنار جسدتون میکشه. اینم که اکثر پلیرها دارن. آیرون لانگز نفس کشیدنتو ثابت میکنه. بهترین پرک واسه اسنایپ زناست. بدون لرزش میتونی نشونه بگیری. وقتی نفس میکشی این اسنایپ میلرزه، بالا پایین میشه. با این پرک اصلا دیگه این اتفاق نمیفته، اصلا میتونه راحت پلی بدی. پین پوینت، وقتی انمی ازت دوره نمیبینیش، دور انمی که میخوای به شلیک کنه قرمز میشه. به راحتی میتونی تشخیصش بدی از دور. داونتلس دمیج آتش زا رو میاره پایین، استقامتت میره بالا دیگه. مثلا با آتیش مولوتوف کوکتل توی 3.5 ثانیه میمیری، ولی وقتی این پرک استفاده میکنی تا 7 ثانیه طول میکشه که بخوای بمیری. زیاد به درد بخور نیست، ولی خب دیگه هست بود تو پرکا دیگه باید معنی میکردیم همه رو. اینا شد پرکای قرمز. پارت بعدی هم هست توی چنل یوتیوب که پرکای سبز و آبی رو میذارم دیگه. قشنگ متوجه میشه خودت هر کدومو که میخوای برمیداری. خیلی هم تاثیر داره. بسته داره مثلا شاتگان زن باشی، شاتگان پلیر باشی، اسنایپ پلیر باشی. آره دیگه. خوشحال میشم اگه لایک، ساب، حالا هر چیزی دم دستت میاد و بزنی. و آره دیگه، مخلص شما.